بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، کی از من و شما نمیخواهد که یک درآمدی علاوگی داشته باشد؟ یگان کار نمیکنند، از همون درآمد هر روز یا هر لحظه برای او یک درآمد علاوگی درآمده میستد. یا مثلا برعکس این، یگان تا ما و شما نمیخواهیم که یک زیان برای ما و شما رسیده است. مثلا تصور کنید الله نگه دارد یک انسان از بانک قرضدار است، مبلغ قرض را سپاریده نمیتواند و هر روز همون بانک ریبوی برای او پرسنت زده میستد. هر روز برای او یک مقداری معین فایز جمع شده میستد. البته هر یکی ما و شما میخواهیم که یک درآمد علاوگی داشته باشیم در این دنیا و یگان تا ما و شما نمیخواهیم که زیان برای ما و شما هر روز رسیده است و ما و شما هر روز در غمگینی باشیم. اکنون تصور کنید دوستان عزیز، کی نمیخواهد که در نامه اعمال او هر روز یا هر لحظه یک ثواب نوشته شود؟ یا البته هر یکی ما و شما نمیخواهیم که در نامه اعمال ما و شما هر لحظه نعوذ بالله یک گناه نوشته شود. یگان کار نمیکنی اما گناه نوشته میشود. یا اینکه برعکس این، انسان یگان کار رو انجام نمیدهد ولی فرشته ها برای او اجر و پاداش و ثواب نوشته میستند. بیایید دوستان عزیز، این قصه که جریر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کردند و امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب صحیح مسلم آوردند، آن را ببینیم که صحابه ها چگونه بودند. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه میگویند که روز سحری بود، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که یک قوم آمدند که در تن لباس ندارند، بلکه یک متاعی را گرفتند که متاع عورت خود را با همون پنهان کردند و در گردنهای آنها شمشیرهاشون در غلافش ایستادگی است. یعنی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم ما به جهاد آماده هستیم. گویان از قبیله مزر، قبیله مزر یکی از قبیله های اشراف اهل مکه بودند، از قبیله مزر آمدند با همین احوال بیچارگی، احوال بد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما احوال ظاهری آنها بد بود ولی در قلب ایمان کامل و آمادگی کل داشتند که با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم هر جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روانه میکنند یا هر کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان امر میکنند کلا آنها آماده بودند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم، جریر ابن عبدالله میگویند، وقتی حالت بدی آنها را دیدند، یک چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر یافت، افتشان کمی غمگین شدند رسول الله صلی الله علیه و سلم از حالت بدی آنها و میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانهشان در آمدند و وضو گرفتند، بر آمدند، بلال را فریاد کردند، گفتند از آن گفتند و قامت گفتند، نماز را خواندند. سپس بعد از نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم برخاستند و خطبه کردند. اول آیه سوره نساء را خواندند و همچنین یکی از آیه های سوره حشر را تلاوت کردند پیامبر صلی الله علیه و سلم. سپس صحابگان را پیامبر صلی الله علیه و سلم به صدقه کردند و خیرات کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب کردند و حتی گفتند ولو بشق تمره، شما گفتند اگر با نصف خرما هم باشد خیرات کنید، در راه الله شما خرج کنید. بعد خطبه پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه ها برخاست و یک همیان آورد که همیان در آن پر از تنگه های نقرگی بود. صحابه میگویند به زور میبرداشت همیانش را و بعد از آنی که این صحابه این همیان را آورده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون خیرات، همچون صدقه آورده گذاشت، صحابه میگویند باقی مانده صحابه ها رو دیدم که همه میرفت و از خانهش یک چی گرفته می آورد. حتی دیدم که 2 انبار پر از طعام و لباس و
همه چیزهایی که صحابه ها چیکار کردن؟ خیرات کرده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این را دیده میگویند رخساره پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون طلا جلو میداد. یعنی خوشحال شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل من بعده لا ينقص من اجره شیء. کسی در اسلام یک کار خیر اولین شده انجام دهد، یک راه، یک روش نیک برای پس از خودش می آمده که انسان ها یک کار خیر را اولین شده اجرا کنند و هر کس پس از او آن کار را انجام دهد ثواب همون عمل را میگیرد و هر کسی که بعد او آن کار را اجرا میکند ثوابش بر اولین شخصی که آن را اجرا کرد نوشته می شود. و من سن فی الاسلام سنة حسنه، و برعکس این اگر کسی که یک کاری بد را اولین شده انجام دهد، یک طریقی بد، یک راهی بد را انجام دهد و بعد از آن هر نفری که آن کاری بد را از همون نفر دیده ایستاده اجرا میکند، تصور کنید این خیلی خطرناک است. گناهش نوشته می شود، گناهی همون کاری بدش، و هر کسی که همون کاری بد را بعد از او انجام می دهد بر او نوشته می شود. امروز نفرهایی هستند که در سایت های اجتماعی، در شبکه های اجتماعی یک کاری بد را انجام می دهند یا در جامعه یک کاری بد را انجام می دهند. مثلا ما می دونیم که در تاریخ اولین خون ناحقی که جاری شده است، اولین نفری که ظلماً کشته شده است، این فرزند آدم علیه السلام هابیل است. قابیل برادر هابیل قابیل را ظلماً خون او را ناحق ریزانده است و چنانه که در حدیث متفق علیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر یک نفری که ظلما در این دنیا کشته می شود از گناه او نصیبی هست بر کی؟ بر فرزند آدم قابیل. قابیل وقتی اولین نفری بود که در زمین خون ناحق را جاری نمود، هر نفری که امروز ظلماً کشته می شود، ناحق خون او ریزانده می شود، ظالما وقتی ظلم می کنند و یک بنده مؤمن را ظلماً ناحق خونش را می ریزانند، گناه برکی تصور کنید میلیون ها میلیاردها نفرها کشته می شود، همه همون گناهش بر قابل نوشته می شود، نصیبه ای دارد. برای همین یا مثلا میگویند در تاریخ اولین زنی که بود سطرش را از خود بدر کرده بود فلانی بود. هر زنی که امروز سطر نمیگیرد، سطرش را پنهان نمی کند عورتش را، از گناه او با اولین زنی که سطرش را بدر کرده بود گناه نوشته می شود. برای همین بسیار خطرناک است جامعه را ویران کردن، در جامعه یک کاری بد را نو پیدا کردن، یا برعکس این هر نفری که یک کاری نیک را احیا می کند، یک سنتی که از بین رفته از آن را احیا می کند، اجر هر نفری که بر آن عمل می کند بر آن نوشته می شود. تصور کنید انسان یک مرتبه یک کار خیر را انجام می دهد، بر میزان حسنات او ثواب هر روز و هر لحظه هر نفری که به آن عمل می کند نوشته می شود. و برعکس این هر انسانی که یک کار بد را انجام می دهد در جامعه و هر نفری که بر همون کار بد با او پیروی می کند و همون کار گناه را انجام می دهد بر او نوشته می شود. نعوذ بالله. بنابراین الله سبحانه و تعالی یکی از دعاهای عباد الرحمن
بنده های خودش را، بنده های بهترین خودش را در سوره فرقان بیان کرده است که ببینید یک دعای بهترین. الله میگوید بندگانی من دعا میکنند، میگویند یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. معنای این دعا چی است؟ معنایش چنین است: آنها میگویند، بندگان رحمان دعا کرده میگویند پروردگارا از زنان ما، فرزندان ما نفرانی گردان که مایه شادی قلب‌های ما باشد و آرامی چشم‌های ما باشد. بهترین همسر و بهترین فرزندا را برای ما عطا نما و همچنین ما را نفرهایی گردان که متقیان، بندگان متقی تو بر کار نیکی ما پیرو باشند. ما را یک انسان‌های نمونوی قرار بده که در نزد مردم انسان‌هایی باشیم که مردم با کارهای نیکی ما پیرو باشند، نه کارهای بد. این دعایی که است دعای بندگان رحمان در سوره فرقان ذکر کرده است. بنابراین دوستان عزیز، وقتی انسان پیش از هر یک کار اجرا کردنش یک بار ما و شما فکر کنیم آیا این کار بعد از من نفرهای انجام میدهند؟ آیا این کاری من کاری خوب است؟ یک سنت بهترین را من احیا کرده ایستادم یا کاری بد است؟ و نعوذ بالله بعد از مردن من هم نعوذ بالله حتی نامه اعمال بدی من پوشیده نمی شود. ولی در آخر برای آنهایی که بسیار از حد گذرانیدند، بسیار در حق خود ظلم کردند، در گناه خیلی و خیلی از حد گذشتند، توبه کنید و از رحمت الله ناامید نشوید. بعضی نفرهایی که در گناه غوطه زده اند بعضا می شود که ناامید می شوند. بعضی انسان ها رو می شنوم که می گویند دیگر من ناامید شده ام، دیگر گناه های من در نزد مردم پهن شده است و من دیگر پروایی ندارم و از این پس هرچی نفسی بدی من میخواهد آن را اجرا میکنم. نه، از رحمت الله ناامید نشوید. الله حق سبحانه و تعالی میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای آنهایی که در نفس خود از حد گذشته اید، ظلم کرده اید، گناه های زیاد انجام داده اید، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت الله ناامید نشوید. این پروردگار ما و شما بسیار مهربان است، بخشنده است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله تمام گناه های بسیار ما و شما را میبخشد. الله غفور الرحیم است. برای همین حالا هم که انسان وقتی در این قید حیات است از رحمت الله باید ناامید نشویم و به سوی الله روی بیاریم و توبه کنیم. الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را در راه صراط المستقیم استوار بگرداند و الله حق سبحانه و تعالی تمام گناه های دانسته و ندانسته کرده ما و شما را ببخشد. تا نوارهای آینده الله نگهبانتان باشد.